سرخط مهمترین خبرها: دیدار رهبران آسیای مرکزی با دونالد ترامپ، تاجیکستان و قرقیزستان چند دهه را عوض کردند و گفتگو با دانشمند تاجیک درباره تعقیب‌های استالینی. سلام بینندگان عزیز، تازه‌ترین خبرهای تاجیکستان و جهان را از استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی تقدیمتان می‌کنیم. امروز 7 نوامبر سال 2025 است. شام 6 نوامبر پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ با رهبران کشورهای آسیای مرکزی در کاخ سفید ملاقات کرد. در جریان این واخوری و هم ضیافتی رسمی، دونالد ترامپ خواستار مستحکم کردن رابطه‌های واشنگتن و کشورهای آسیای مرکزی شد. رئیس جمهور آمریکا گفت نیت دارد رابطه کشورش با آسیای مرکزی مستحکم‌تر از هر وقت دیگر باشد. رهبران تاجیکستان، قزاقستان، قرقیزستان، ترکمنستان و ازبکستان از این اقدام استقبال کردند. پیش از ضیافت رسمی، قزاقستان از امضای قرارداد بزرگ در بخش استخراج معدن با آمریکا خبر داد. به خبر رسمی، این سازشنامه استخراج معدن والفرام را در یکی از کلانترین کانهای جهان در قزاقستان پیش بینی می‌کند. مبلغ این سازشنامه 1.1 میلیارد دلار را تشکیل می‌دهد. قرار است شرکت آمریکایی کوفکس کپیتال در این کان سرمایه‌گذاری کند. بانک واردات و صادرات آمریکا نیز برای 900 میلیون دلار سرمایه‌گذاری در این کان هوسمندی کرده است. فروش 37 هواپیمای بوئینگ به قزاقستان، تاجیکستان و ازبکستان از نتیجه‌های دیگری نشست واشنگتن بود. این سند هنوز پورا تکمیل نشده است و برای همین جزئیاتش معلوم نیست. در بخش دیپلماتی، قزاقستان از آمادگیش برای پیوستن به پیمان ابراهیم خبر داد. این تشبس از سوی آمریکا راه اندازی شده، هدفش عادی ساختن روابط اسرائیل با کشورهای عربی و مسلمانی است. مقامات آمریکا گفتند که با این نشست واشنگتن عهده‌داری خود برای همکاری استوار با آسیای مرکزی را نشان داد. در آستانه این واخوری چند سازمان حامی حقوق از جمله کمیته هلسینکی و عفو بین الملل یا ترانسپرنسی اینترنشنال از دونالد ترامپ خواستند در دیدارش با رهبران آسیای مرکزی موضوع حقوق انسان را در میان گذارد. دفتر مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان نوشته است که پرزیدنت امامعلی رحمان از جلب سرمایه به ساحه‌های آینده‌داری تاجیکستان صحبت کرده است، اما در این خبرنامه درباره کدام سازشنامه از جمله سند درباره خرید هواپیمای بوئینگ از آمریکا اشاره نشده است. امامعلی رحمان گفته است که در تاجیکستان زیاد از 70 شرکت آمریکایی کار می‌کنند. بینندگان عزیز، تفصیلات دیگر این دیدار و گزارش مفصل درباره رابطه آمریکا با کشورهای آسیای مرکزی را می‌توانید در سامانه رادیوی آزادی با نشان azadi.org مطالعه کنید. یک خبرنگار محلی در قرقیزستان خبر داده است که تاجیکستان و قرقیزستان روز 6 نوامبر چند دهه را عوض کردند. به نوشته صحیفه عزیز باتیروف، قرقیزستان دهه‌های داستوک، موزایت، کوکترک، تشتمشوک را با حدود 141 از 9 گکتار به تاجیکستان داد. منبع میگوید تاجیکستان دهه‌های سامانیان در اسفره، محله‌های دهمه، یک قسمت دهه خواجه علا، محله گاوسوار، محله مینبولک با باغ‌هایش و یک قسمت دهه لکان را به قرقیزستان واگذار کرد. حدود این زمین‌هایی که تاجیکستان به قرقیزستان داده است 142 از 7 گکتار گفته شده است. مقامات تاجیکستان درباره جزئیات سازشنامه مرزی یگان شرحی نمی‌دهند و برای همین تا حال پورا معلوم نبود که تاجیکستان و قرقیزستان کدام دهه‌ها را عوض کردند. صحیفه عزیز باتیروف همچنین نوشته است که در دایره سازش بر سر مرکز تقسیم آب گلاونای تاجیکستان به قرقیزستان 750 گکتار زمین واگذار کرد. این مرکز تقسیم آب اکثرا سبب بحث و مناقشه میان ساکنان دو کشور میشد. قبلا قمشبک توشیف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان گفته بود در دایره تقسیم مرکز گلاونای تاجیکستان چون جبران به قرقیزستان 750 گکتار زمین داد. این قطعه های زمین به گفته توشیف در قطعه اونجوبولا، کاتاتوز، برآمد شهر سولیوکتو جایگیر شدند. شرح مقامات تاجیکستان در این باره دسترس نیست. آخر ماه سپتامبر امسال رهبران ولایت‌های سغد تاجیکستان و بادکنی قرقیزستان مسئله کوچانیدن ساکنان دهات نزد مرز را بررسی کرده بودند. رهبران تاجیکستان و قرقیزستان ماه مارس امسال در شهر بیشکک سازشنامه درباره علامتگذاری مرز دو کشور را امضا کردند. 3 اکتبر در روسیه و کشورهای دیگر شوروی سابق به عنوان روز یادبود قربانی‌های سیاسی سالهای 30 یا ترور استالین یاد می شود. هرچند در پایان عمر شوروی این موضوع یکی از موضوعهای داغ در رسانه‌ها و محفل‌های گوناگون بود، اما در سالهای اخیر این موضوع به مثل یکی فراموش شده است. نسل نو این کشورها درباره فاجعه‌های آن زمان کمتر می‌دانند. دانشمندان تاجیک به گونه‌های گوناگون به این موضوع پرداختند و در نوشته‌های زیادی خویش درباره عامل‌ها، سبب‌ها و فتنه‌هایی که آن زمان
قرن گذشته یاد کردند. یکی از کسانی که درباره چهره‌های ادبی، علمی و فرهنگی که در این زمان به اصطلاح دشمن خلق اعلان شده بودند نوشتند و بر بیگناهی آنها تاکید کردند، دانشمند سرشناس تاجیک ادبیاتشناس عبدالرحمن عبدالمنان هستند. این دانشمند در مصاحبه با رادیوی آزادی بار دیگر از دید امروز به فاجعه‌های آن زمان پرداختند. پاره از صحبت همکارم ارشاد سلیمانی را با هم ببینیم. مثلا در مجموع اگر که صحبت از همینجا آغاز کنیم، نگاه شما در مجموع به همین حادثه، پیش از آن که به جزئیات رویم، به همین حادثه چی هست؟ برای چی مثلا این چهره های فرهنگی و ادبی و اینا مورد تعقیب قرار می گرفتن و خب یعنی به همین گرداب چگونه کشیده شدن این چهره ها؟ این پدیده گوییم این یک دوره بسیار مرکبی بنیاد شوی و اندک اندک رشد کردن دولت شوروی یک آزمایش بسیار پرفاجعه بود. دولتی که بعد از جنگ شهروندی، کلک کردن زمینداران و اندک ثروتمندان جامعه، بعد از دشمن اعلان کردن اونهایی که با طلبات ساخت نوی شوروی موافق نبودند، یک مرحله دیگر بود که باید همین دولت تازه بنیاد به یگان راه درست می انداخت. یعنی که مردمی که معرفت داشتند، مردمی که سفید را از سیاه فرق کرده می توانستند، از یک طرف باید چشمشان ترسیده باشد و هرچی که حکومت نو، حاکمیت نو اعلام می دارد و طلب می کند و دعوت می کند با اونها راضی باشند، موافق باشند. دوم اینکه نسل جوان، نسل نوی همین دولت بسیار از نظری هم نفوس اهالی هم از نظری حدود بسیار کلان شوروی، نسل نو باید در این دولت در همین روحیه، یعنی روحیه فرمانبرداری تربیه یابند و هرچی که از بالا گفته می شود اون را اجرا کنند. لیکن میدونید در همون زمان اگر با نظر داشتی وضعی همون وقتی دولت شوروی و وضعیت دنیا، دولت‌های دیگری که دولت‌های ابرقدرتی همون وقت و مناسبت‌های بین اینها همه طرفه اگر به نظر گرفته شود، بسیار دشوار است یک مثلا یا سفید یا سرخ یا سیاه گفتنی این سیاست بسیار دشوار است. بینندگان عزیز، شکل کامل این مصاحبه به زودی در سامانه رادیوی آزادی با نشان azadi.org و صفحه‌های ما در شبکه‌های اجتماعی پخش می شود. هفته روان فوتبالبازان تاجیک در چند واخوری شکست خوردند. دسته استقلال شهر دوشنبه 5 نوامبر در بازی لیگ قهرمانان 2 کنفدراسیون فوتبال آسیا از تیم الزوره عراق با حساب 1-2 مغلوب شد. این رقابت در ورزشگاه الزوره بغداد دایر گردید. استقلال در دیدار در ورزشگاه مرکزی شهر حصار قبلا تیم الزوره را با حساب 2-1 شکست داده بود.
روز 5 نوامبر همچنین دسته منتخب فوتبال نورسان تا 17 ساله تاجیکستان در اولین بازگشت در مرحله گروهی جام جهان 2025 از تیم چخ با حساب بزرگی 1-6 مغلوب شد. این شکست خشم مخلصان را به میان آورد و آنها خواستار عوض کردن فوتبال بازان شدند. تیم منتخب فوتزال تاجیکستان هم در دو رقابتش در بازی‌های همبستگی اسلامی با حساب‌های بزرگ شکست خورد. از جمله دسته فوتزال تاجیکستان از تیم مراکش با حساب 1-7 و از تیم افغانستان با حساب 5-9 مغلوب شد. شکست از دسته فوتزال افغانستان که از تیم‌های ضعیف به حساب می‌رود، انتقاد مخلصان را در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشت. بخش یک روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 7 نوامبر را فرا می‌گیرد. 7 ноябр зодрӯзи шоири маъруф Абдурахмони Ҷомӣ аст. ӯ соли 1414 ба дунё омад ва 78 сол умр дид. Ҷомиро мутафаккири барҷастаи замони худ меноманд ва даҳо асари ӯ дар бахши адабиёт, фалсафаву нуҷумшиносӣ, мусиқӣ ва илмҳои дигар то ба имрӯз расидааст. асарҳои ӯ дар бахши арӯзу қофия аз арзиши хос бархурдоранд. аз ҷоми 3 девони бо арзиши 7 авранг, баҳористон ва 40 ҳадис ва асарҳои дигар то имрӯз расидааст. 7 ноябри соли 1917 дар Русия инқилоби сурх ё инқилоби октябрии болшевикӣ рух дод, ки заминаҳои таъсиси баъдии Иттиҳоди ҷумҳурии Шӯравии социалистӣ ё СССР-ро гузошт. инқилобе ба раҳбарии Владимир Ленин, ки монархияи подшоҳиро аз байн бурду диктатураи коммунистиро ҷорӣ кард, таҳаввулоти азими сиёсие дар қаламрави шашяки рӯи ҷаҳон шуд. Таърихнигорон шеваи таҳкими ҳукумати шӯроро ба хотири қатлу куштор ва ҳабсу саркӯби миллионҳо сокин террори сурхам ном мебаранд. 7 ноябри соли 1929 театри аввалини тоҷик дари худро ба рӯи тамошобин боз кард ва саҳнаҳои ду ҳаёт ва ду коммунистро ба саҳна гузошт. ин театр баъдан Академияи драмавии Лоҳутӣ ном гирифт. баъдан театри ҷавонон, опера ва балети ба номи айни, Аҳорун, театрҳои минтақавии Хуҷанд, Чкалов, Сконибодом, Кӯлоб, Қурғонтепа ва Хорух таъсис шуданд. аксар театрҳо дар Тоҷикистон дар солҳои истиқлол бо мушкилоти молӣ рӯбарӯ шуда, тамошобинашон камтар мешавад. صبح امروز در بانک‌های تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسیه به 112-113 سومان برابر از 100 دلار آمریکایی باشد تا 920 سومان ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای 7 نوامبر چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، این آخرین برنامه نوید در هفته روان بود. در روزهای استراحت خبرهای تازه را می توانید از سامانه رادیوی آزادی با نشان azadi.org پیدا کنید. برای صدای گرفتم از شما عذر میپرسم. تا هفته آینده خدا نگهدارتان.